قسمت سوم دوخت کت دخترونه. تا آخر همراه من باشید تا یک کت شیک و حرفه‌ای داشته باشیم. میریم سراغ سجاف یقه جلو. یکی از راه‌هایی که میتونید سجاف یقه جلو باز رو برش بزنید به این شکله که پارچه کمتری هم ببره. یقه گودی یقه رو جدا سجافش رو برش بزنید و جا دکمه هم جدا سجافش رو برش بزنید و به این شکلی که من نشون میدم اینا رو به هم وصل کنید. ببینید به این شکل من اینها رو به هم دیگه وصل میکنم و میدوزمش. ببینید اینجوری قرار دادم. بعد این سجاف یقه رو با سجاف جا دکمه رو جوری به هم وصل میکنیم که در آخر یه چیز تمیز و مرتبی مثل این داشته باشیم. اول از همه میایم چیکار میکنیم؟ این قسمت رو به هم دیگه میدوزیم. ببینید دقیقاً بعد از دوخت به این شکل در میاد. بعد اتوکاری و سردوز و این کارهایی که برای مرتب کردن انجام میدیم به این شکل به هم وصل میکنیم و با چرخ این قسمت ها رو به هم دیگه میدوزیم. بعد از اینکه این دوخت رو انجام دادیم یه مقدار این درز هامون رو سبک میکنیم، چرت میزنیم و برمیگردونیم. بعد از اینکه برگردوندیم این قسمت رو به سمت داخل یه نیش دوخت میزنیم، یه دوخت سنگین میریم که تا وقتی که جا دکمه‌مون رو خواستیم اتو کنیم به سمت داخل برگردونیم راحت به سمت داخل بخوابه و به این شکل در بیاد. بعد از اینکه این رو تمام کردیم سجاف یقه پشتم یه سجاف ساده میدوزیم براش. بعد این دوتا رو روی سرشونه روی همدیگه قرارشون میدیم. ببینید به این شکل سجاف یقه جلو سجاف یقه پشت رو با هم قرار میدیم. سجاف یقه پشت رو برمیگردونم روی یقه جلو به این شکل و از این قسمت یه دوخت میرم. بعد از اینکه دوختم ببینید به این شکل تمیز یقه جلو و یقه پشت به هم دیگه وصل میشه. میریم سراغ آستین. آستینمون رو برش زدیم. برای اینکه این کوتاهیش رو بپوشونم یک به اندازه مابع تفاوت قد آستین و این قسمت بالا یه پارچه رو برش میدم و به این شکل وصل میکنم به سر آستین. سعی کنید پارچه‌تون رو یک مقدار بزرگتر بردارید به اندازه 5 سانت 10 سانت که یه چند تا چین بخوره. بعد دوخته میشه. آستینم به این شکل در میاد. برای زیباتر شدنش میایم از این نوار استفاده میکنیم. این نوار رو به این شکل میدوزیم به دقیقاً اون جایی که درزمون هستش. روی درز به این شکل میدوزیم و کامل میکنیم. برای انتهاش بر محکم کاری یک کوچولو تا میکنم به سمت داخل، همونجا رو یه دوخت رفت و برگشت انجام میدم. آستین من به این شکل آماده شد. میریم برای وصل آستین به بالاتنه. برای این کار چه کار میکنیم؟ ببینید میایید درز آستین رو و درز زیر بغل توی الگوی بالاتنه رو روی همدیگه قرار میدید، روی هر پارچه به روی پارچه. بعد به این شکل آستین رو برمیگردونم. خب و بعد چیکار میکنم؟ دقیقاً دور تا دورش رو میدوزم. برای محکم کاری، برای اینکه زیر چرخ لیز نخوره پارچه در نره، میتونید با سوزن ترگت یه مقدار اینطوری صفر کنید. ببینید من اینطوری با سوزن فیکس کردم و بعد بردم زیر چرخ. بعد از این مرحله که من اینطوری با سوزن فیکس کردم میبرم زیر چرخ و میدوزمش. به این شکل آستین ها رو وصل میکنیم و دیگه تقریبا کت ما بعد از دوختن جا دکمه و دکمه به پایان میرسه. برای شکیل تر شدن و هارمونی پایین کتم من از این نوارا دادم.